تصور کن وارد یه روستا میشی و بعد از کمی راه رفتن تو کوچه پس کوچه هاش حس میکنی دچار توهم شدی. چرا؟ چون پیش خودت میگی من این آقا رو 2 تا کوچه پایین‌تر ندیدم و یه لباس دیگه تنش نبود، یا میگی این خانم رو من با یه لباس دیگه سر اون خیابون دیدم، چطوری خودشو با لباس جدید رسون این طرف خیابون؟ بعد تازه متوجه میشی که وسط روستای دوقلوهای ایرانی، روستای شهرآباد، از توابع ابرکوه یزد. تو شهرآباد از حدود 240 نفر جمعیت 40 نفرش دوقلوان، یعنی 16% از کل روستا، تقریبا 5 برابر بیشتر از میانگین دنیا. در توضیح چرایی این پدیده باید بگیم که اهالی اینجا سالهاست که با هم ازدواج فامیلی میکنن و به این صورت ژن دوقلوزایی در بینشون باقی میمونه. ولی با وجود جاذبه‌های تاریخی این منطقه، بی‌انصافیه که شهرآباد رو فقط با پدیده دوقلوها بشناسیم. شما تو این منطقه درخت انجیر 400 ساله، خانه آقازاده، قلعه قدیمی شهرآباد، یخچال خشتی، خانه صولت و گنبد عالی ابرکوه رو هم میتونید تماشا کنید. حالا یه سوال، فرض کنید که هممون دوقلو بودیم و در شهر یا حتی کشور دوقلوها زندگی می‌کردیم. اوضاع چطوری میشد به نظرتون؟